وقتی که اول من در اینجا حضور داشتم، من اینجا چیندن میوه ها رو نمیتونستم. برای از همین سبب به من معلم ها یعنی سرداران تیم ها به من نشان دادن که چخیل چیندن در کار میوه ها رو، چخیل در یشک ها گذاشتن در کار. از همین سبب من از اینها آموختم. وقتی که ما در اینجا اومدم، در اینجا با دیگر ملت ها آشنا شدیم، با برادران، مثال از بلغاریا، از رومانیا، از ازبکستان، از قزاقستان، از تمام دیگر ملت ها آشنا شدیم. وقتی که ما به اینجا اومدیم، از طرف این کارخانه به ما کاروان ها یعنی حجره های برای استقامت کردن داده شد که در آنجا همه نمود شرایط ها هست. ما می توانیم در آنجا آزادانه زندگانی کنیم برای کار موسمی 6 ماهه. کمپانی هول هانتر این به ما امکانیت ها رو می دهد که مثال در یک هفته ما می توانیم 5 روز یا 6 روز به کار مشغول شویم. بعد این ما می توانیم به لندن یا به دیگر شهرها برای تماشا رویم. ما این امکانیت رو در اینجا داریم. وقتی که اگر ما در اینجا یگان مشکلی داشته باشیم، ما می توانیم به سوپروایزرها تا به منیجرها مراجعت کنیم که مثال ما همین نمود مشکلی را داریم، اونها به ما کمک میکنن که مشکلیمون را برطرف کنیم. وقتی که اول ما به اینجا اومدیم، در اینجا اول به چیندن میوه ها مشغول بودیم. بعد که به ما امکانیت ها داده شد که شما می توانید کار خود را عوض کنید، مثال به مانند راننده، به مانند تیم لیدر شدن. برای همین من انتخاب کردم که برای تیم لیدر شدن را انتخاب کردم. از همین سبب سال آینده من تیم لیدر انتخاب شدم. وقتی که اول من به اینجا اومدم، این کار به من معقول شد و من قرار دادم که در اینجا ایستم و کار خود را نیز در سالهای آینده دوام دهم.